هر چیزی که از آن گذرگاه عبور می‌کرد و وزنش بیشتر از 1 کیلو بود، بیدرنگ در هم کوبیده می‌شد و به توده‌ای از گوشت چرخ کرده تبدیل می‌گشت. تنها یک راه برای خاموش کردن تله‌ها وجود داشت، دکمه کوچک و پنهان در انتهای راهرو. قبیله نسل به نسل برای رسیدن به گنجینه‌ای که اجدادشان وعده داده بودند، صدها حیله و ترفند را امتحان کرده بود، اما هیچ کس از گذرگاه مرگبار جان سالم به در نبرده بود. تا اینکه روزی داوینچی با آن نگاه آرام اما پر از جرقه‌های نابغه‌وارش چند لحظه در سکوت به مسیر نگاه کرد. ناگهان انگار فکری مثل یه برق از ذهنش گذشت. دفترچه‌اش را درآورد، قلمش را بر صفحه لغزاند و شروع کرد به طراحی چیزی که هیچ کس بیشتر ندیده بود. اعضای قبیله مشتاق و هیجان زده هر جا او می‌خواست برایش می‌ساختند. آنها چوب آوردند، چرخ تراشیدند، فنر ساختند و همه را کنار دست داوینچی گذاشتند. او قطعات را کنار هم گذاشت و سرانجام نخستین خودروی جهان زیر دستانش جان گرفت. داوینچی با یک چرخ دنده کوچک آن را کوک کرد، ضامن را بالا زد و ماشین سبکتر از 1 کیلو آرام به حرکت افتاد. خودش پشتش نرفت، فقط